یک آدم پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن، گفتن یا رسول الله میخوام سرمایه دارشم باشم. رسول خدا میگه چهره مبارک شما که طرف نگاه کرد، تبسم کرد، گفت که آیا میخوای که فردا از خواب بخیزی باشی؟ گفت بله، چرا نمیخوام یا رسول الله، خستم که باشم. چرا؟ گفت همین ای خواب شب خستی زن تا بیدار کردی که زنده ای، گودکات زنده، خانه در نگرفته، گاوت نمرده، حرام نشیده، تلفن نشیده که امکت مرده کرد، مو دودرت مو اوتت سکته زده، دلش برداشته نگفتیان، در هوی کردی که در پشته پشتی دروازت پروکراتور سود پاویسکا آمدگی نیست. بدون امروز تو میلیاردری، بدون که تو امروز بهترین سرمایه را خدای تعالی داده. تو یک روز امروز بعد صد کس دواخانی رفتم، برا ببین چی کسلی و چی کلا بوده که در دنیای تایلند پای آدمو یک 20 آدمی کلان دنبال همون ایستادگی اند که چی میشه. برا پیش ملیسا خانه برا آدمو را ببین، دیگه کارو را ببین، فلج شده کسلی و خوابه او نمیخوره، دستکاش هم که نمیجنبه. یک بار میگه ببرم در چی ببینم، یکی این نعمت‌های خدای تعالی داده، ای را شکرانه کردن. در تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبة فی جنة عدن و رضوان من الله اکبر ذلك هو الفوز العظیم. هر کسی خصلت‌ها را داشت، چه زنی مسلمان چه مرد مسلمان، وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنت تجری من تحتها الانهار. خداوند وعده داده که خیلی مردای مؤمن و خیلی زنا را من جنت میتونم از زیر نرخانه‌هاش و نرها جاری میشود. اون نهر صیغه جمع میگه نهر عسل و شراب و هر نهرهایی که ولی ما و شما ندیدیم که اما آیاتی که میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، اون چیزهایی هسته در جنت. الله میگه که شما نفستون دیدگی نیست، چشمتون دیدگی حس کردگی نیست، دلتون قدی. وقتی جنت میدروه انسان، وقتی میبینه این میوه را، همین میوه را مشابهت به همین میوه داره، سیب و انار نوک چیزی هست، میبینه میگه او دنیا در خورده بودم. اوجا ایستادگی خدمتگار جنت میگه یا برای بچش کو بعد او را مقایسه که هموای. وقتی این میوه جنت میخری 70 برابر مزه این دنیا را، این جنت داره، این میوه این دنیا را داره. وقتی حوری بهشت میبینی اندامش لواش، وقتی میبینیش اولی نزدیکش نشیده احتلام میشه. اینقدر نعمتهای بزرگه. میگه من برای بندام جنت میدم. بعد این خصلت را خدا ما و شما را نصیب کنه، فرزندای عزیز ما را نصیب کنه. این جنت برای کسانی هست که میگه همین 5 خصلت داشته باشن. بعد چی میگه؟ بعد میگه یک زمینی پاکش میتم، در اوجا تمامی بوش خاکش. میگه این خیلی چیه؟ جنت خدا نصیب کنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گوش ما وقتی که طلب جنت میکنین جنت الفردوس طلب کنین. چرا در جنت الفردوس گفت حوض کوثر، ما در اون حوض کوثر امتای مخلص ما گفت ائمه که پیروی کردن ما آب میتونم. گفت وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد وقتی مشرک طعنه زد که تو پیغمبر ابتری، تو فرزندات بچه رسول خدا مرد، طعنه زدن که تو نسل نداری. رسول خدا در حالتی که باعث اینقدر خصلت و نرم و خوش اخلاق رفتار بود، اینقدر عالم بود، سرش خم کرد، ای دل سوزاک شو، ای طعنه همین بدبخت مشرک که طعنهش کرد که تو به نسلی، ای چشمش میگه اشک مبارکش جاری شد، ریشکش تر شد. میگه آمد خواب رفت و گریه کرد. گفت چی طعنه بود؟ مرا ابتر و ناقص گفت. میگه یک دفعه بود که حضرت جبرائیل آمد گفت این اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. صدق الله العظیم. وقتی که الله سبحانه و تعالی رسول خدا را وقتی درباره خدا میگفتن که خدا بچه داره، خدای خیلی، خدا زن داره، فلان داره، خدای تو چی شده گفتن میگرفت. خداوند در میگفت که قل یا رسول الله قل بگوشان قیامت مومنایی که میآیند چرا ندیدن محبت در قلب، محبت در قلبشونه 6 بچه دارن، احمد و محمد و مصطفی و مجتبی و یاسین و طه میمونن. گفت چرا نوم در چی نمیروه؟ گویا محمد چرا ما کوثر تا کدمی کوثر میدونی چیه؟ ما کوثر معرفی کرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود الکوثر نهر فی الجنه. سبحان الله، کوثر در یک نهر در جنت است. و حفاته من الظهر، میگه گردش چیزی ظرف ظروفی که در پیش او میخری ایتلو ای. گفت و مجراه دور علی المرجان، گفت هر چیزی که میگیم چیه گوش نه برچتکا میگیم کفل میگیم، میگه مجراه علی الدور و المرجان، میگه همش لولو و مرجان و چیز زمرد ای. اون راهی که در پیش کوثر میره چقدر زیبا ای. و تربتو گفت الطیب من المشک، گفت الطیب من الريح من المشک، گفت
اینقدر شیرینه بوش، همین خاکی همون کوثر گفت ای مشک عنبر در گفت شیرینه، اگر یک قطرهش همینجا بغلطه جهانش بو میگیره. گفت جنت همون کوثر گفت خاک شمیه. ای محمد من برای تیر عطا کردم. گفت و ما هو الطیب و اشد من العسل، میگه اینقدر شیرینه آبش، میگه عسل در شیرینه. و الطیب و اشد من بیاض الثلج، از جولد سفیدتر، ای آب سفید دست صافتر بده. او جنت او کوثر برای ما تنست بده. او را برای بندهاش که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که من انشالله بندهام که هر مومنی که اگر ایمانی کامل برای مومنی کامل باشه، مولانا محمد عمر یونسی پلانپوری رحمه الله در کتاب انوار العلوم و العمل میگه که و بیان ابن کعب رضی الله عنه میگه که مومن در 4 حالت قرار گرفته. مومن کیه؟ یک خصلتش 4 حالت داره، اون هم خیلی میفهمید. میگه که یکم میگه در مصیبت صبر میکنه، انا لله و انا الیه راجعون، میگه هر مصیبتی اومد. دوم میگه شکرانه نعمت میکنه، کم زیاده قدرش میدونه، استغفر الله الحمدلله، میگه خدایا من شکرانه نعمت قناعت میکنه، شکرانه پروردگار میکنه. الرزق مقسوم و الحریص محروم، رزق تقسیم شده که ازل، هیچ وقت حریص، کسی که حریصه محروم میشه. رزق خدای تعالی وقتی تو 50,000 سال پیش در شکم مادر بودی، در رود بودی، در اورا بودی، اونجا نوشتید که این خیلی پولدار میشه، بای میشه، سرمایه‌دار میشه، حاکم میشه، درویش میشه. اینا هم در تقدیرات دست. میگم مرد خدا میبینه، نامرد بنده. خدای تعالی همین تقدیر داده، باید تقدیرش مومن هم یکی شکرانه نعمت، شکرانه هیچ چی نکنه. یک آدم پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن، گفتن یا رسول الله میخوام سرمایه‌دار شم باشم. رسول خدا میگه چهره مبارک شما که طرفش نگاه کرد، تبسم کرد، گفت که آیا میخوای که فردا از خواب بخیزی باشی؟ گفت بله، چرا نمیخوام یا رسول الله، همین خستم که باشم. چرا؟ گفت همین ای خواب شب خستی زن تا بیدار کردی که زنده است، کودکات زنده، خانه در نگرفته، گاوت نمرده، حرام نشیده، تلفن نشیده که امکت مرده کرد، مو دودرت مو اوتت سکته زده، دلش برداشته نگفتی، هم در هوی کردی که در پشته پشتی دروازت پروکراتور سود پاویسکا آمدگی نیست. بدون امروز تو میلیاردری، بدون که تو امروز بهترین سرمایه را خدای تعالی داده. تو یک روز امروز ولی صد کس دواخانی رفتم، برا ببین چی کسلی و چی کلا بوده که در دنیای تایلند پای آدمو یک 20 آدمی کلان دنبال همون ایستادگی اند که چی میشه. برا پیش ملیسا خانه برا آدمو را ببین، در دیگه کارو را ببین، فلات چیده کسلی خواه او نمیخواد، دستکاش هم خیلی نمیجنبه. یک بار میگه ببرم در چه ببینم، یکی این نعمت های خدای تعالی داده، ای را شکرانه کردن در کف. شکرانه که من بایم. میگه سهرشی زنگ زد، میگه مولای صاحب گفت که اکم کتی 4 کودک زد در شنبه مرد. میگه خدای خیلی خبرو را نشنوی، نباید غم بخوری که چرا مال نیست. میگه مومن همه که قناعت میکنه. سیوم میگه مومن سخن میگه راست میگه، این الله مع الصابرین، وقتی سخن میزنه راست دروغ نمیگه. چهارم خصلت مومن همه که وقتی که حکم میکنه یک کس عادلانه حکم میکنه، ترازو را نگاه نمیکنه، پشتش نگاه نمیکنه. حق شای عمر فاروق برای چی لقب فاروق؟ فاروق یعنی عادل، فاروق اعظم. یکی در مابین تمام امام ها لقب اعظم امام عزیز ما و شما داره، نعمان ابن ثابت، ابو حنیفه رحمت الله، دیگه یگان کس لقبش اعظم نیست. اعظم همونی که بزرگ. دوم لقب که در حضرت عمر اعظم میگفتن، عمر فاروق یعنی عمر عادل. این قدر عدالت میکرد که اگر مخالف قرآن و چیز میدید سنت میومد میگفت که با چنک. یک قصه حضرت عمر کنم، میگه حضرت عمر یک روز یک کس گفتنش که در خلیفه‌اش که یک از گو شراب میخوره خونش در شب، نماز خفتن میخوره، میره عرق میزنه، گو سحر گو دوم چی میکنه؟ بازی میکنه، تورا میکنه، نماز بامداد میآید. حضرت عمر گفت کیه؟ گفت فلانی. میگه حضرت عمر همین رفت و نماز خفتن خواند و بعد پای دکش همین سر دیوال در آمد و شمشیر در همینجاش من گفت قپیدم، گفت اینا وکه عرق ریخته زده سه، گفت قپیدم. گفت آیا گفت خدا نگفت که هیچ سعی حرامه؟ آیا رسول خدا نگفت که یه چرا تو اسلام خیلی بازیچه و استهزا میکنی؟ برارم گفت در مابین مردم گفت درد میزنم برای خوردگی، تو خلاف شریعت عمل کردی. عمر گفت و هم صاحبم گفت عمر مایلیش گفت مایلی او مرا ببرون نیکی یک چیزی دیگه گفت تختم بختم محاکمه که گفت ترم میبرونیم درم میزنیم. گفت چی بگو من چو کدم؟
گو آیا نفهمیدی که رسول خدا گو بدون اجازت خونه یک کس نداری؟ تو در موندگی به دروازه در اومدی، به سر دیوال در اومدی. عمر میگه همیشه چشماش پری آشیده، گفت که یک دیگه گپی ما تو اصلاح شد، من هم دیگه عادل بود. میگه این خدر عادل بود. میگه یک روز اومد میگه که کوچه ها میگشت که چیکار میکنن مردم، که مردم در آسایش آرامیشن، که مردم گشنن تشنن، خیلی کتاش زیاد شنویدین خطباتون. میگه یک دفعه اومد که یک کس میگه عربه در کوزوی عرق بار کرده، کوزه قدر میبره یک شلوک دیگه عرق باید بفروشه. میگه رسول خدا گفت چیه در کوزو؟ میگه همین مرد دید عمر او لرزه در اندامش در اومد. میگه همین که لرزید و بعد میگه همین که اومد گفت فوی که کوزه را بینیم چیه؟ میگه پیش کوزه اومد و مردک خیلی گفت ای پروردگاری که ستاری، اگر تو مرا این دو ستاری کنی توبه کردم زهر کاری نکردنی. ایت خدای ای با می پشونی همین ای من حدیث همین عمر مرا خلاص کرد، من دیگه چی توبه میکنم دیگه عرق همش میبرم میریزم. ای خدا جان مرا شرمنده نکن. گفت توبه کرد خداوند رحمان رحیم و قال ربکم ادعونی استجیب. تو صدا بزن دعا قبول میکنه. هیچ وقت یگم کس دعاش رد کردگی نیست. الله میگه یک دفعه همین کوزه را هوی میکنه دهنش که شیر میریزه همیتاو. عمر میپرسه چیه؟ میگه شیر بردیسم. چیه؟ میگه اینجا صدیق ده میگه آدمای همین گودکای بی پدر مادر خودت شیر بردیسم. کوی که میگه همین دور میکنه این مرد کوی میکنه که شیر میریزه. گیری میکنه این مرد میگه پروردگار تی قدر مهربانی، تی قدر بزرگی. ای خدا تو مرا در همین حالت نگرفتی، دست من تنها نموندی. والله با این بزرگی جانم که در دستی تای میرم همش در چی میریزم. گفت میگه عمر نگاه کرد گفت کار خوب میکنی برای گفت شیرا را بته گودکا بخرن. گفت میگه برد هم ما عرق را ریخت دیگه بر نگشتم و کارش داد. میگه ای عمر نازم به تدبیرت که احسان کرده ای، تو واقعا خدمت در اسلام کرده ای. ای عمر لرزه به اندام دشمن می افتد از نام تو، چون که تو واقعا خدمت بر اسلام و به قرآن کرده ای. ای عمر سرخی رنگ لاله ها از خون توست، تیغ شمشیر عدالت تا قیامت ممنوعی توست. عمر بود که امروز آمد ما و شما را اسلام فهمان. عمر اسلام استاد که گفت والله گفت کسی گفت بفهمه که شریعت قانونش پایمال کرده که با عمر طرفه. گفت عمر کتی چیه؟ اینقدر خدا شجاع و دلیلش داد که وقتی انسان اسلام قبول میکنه دل اسلام مومن کامل دلش میگه ای شیر میشوه نمیترسه. نه که منافق میترسه، ای کلمه الله اکبر میترسه، منافق هر چیز میترسه. نه که خدا وقتی مومن کامل شد نمیترسه، میگه که حسبی الله و نعم الوکیل، خداوند مرا کافیه، خدا بزرگه. میگه عمر هم خیلی سد گفت ای رسول الله چرا نماز در تنهایی بخونیم؟ گفت مشرکا کافرا گفت حمله میکنن. گفت والله گفت برام بفهمنمش. عمر مسلمان شده کسی مقابل مسلمان میبره عمر ده بخواه که زنش درباره تابوت ماتم کنه آچش جنازه و شاکای سیاه بپشه ببره میدان ده من خچی گم بزنم. گفت ایرا عمر اسلام بی خدای تعالی عمر چکل دو. یکم نمازی که توسط حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صحابه خواندن و واسطه حضرت عمر بود مکه آمدن خواندن. میگه وقتی که مکه برآمدن دو تا میگه قوم میگه گفتن که ای مسلمانا برآمدن بیا حمله کنیم بکشیمشون. میگه یک دفعه جاسوس و مخبرشون رفتن دیدن که عمر مسلمان. گفت ای تو دیوانه؟ گفت موبایلشون ده عمر. گفت عمر گفت اگر بفهمه کله همشون میگه شمشیرها پرتن ایمان آوردن. او قشلاقش دیگریش هم گفت که عمر موبایلشون ده. گفت ها. گفت ای بچه چی بکنیسی؟ گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. گفتن چی کردی؟ گفت ایمان آوردی. گفت عمر که مسلمان شوه من اگر بگردم این درست نمیشه. گفت ای پشتی عمر خدمت اسلام کردن خداوند تعالی جنت را مومن کامل. گفت که اگر اخصلت در تو باشه بعد مولانا میگه که اگر این چهار خصلت بود هر وقتی سخن گفتی راست گفتی مصیبتش الحمدلله گفتی شکرانه عدالت کردی حکم کردی خداوند تعالی تو را در 5 نور داخل میکرده. یکم سخن نورانی میشده، علم نورانی میشده، داخل علم در نور در میدرو ای نور میبروی روز قیامت هم سینی نور میره. انا کافر اگر خصلت را نداشته باشه در دوری 5 تا ظلمات میغلطه. سخن میگه دروغ میگه، سخنش تاریکه، علمش تاریکه، درون تاریکی ده روز قیامت هم تاریکی میروه. خدا ما و شما را از مومنی کامل بگردن. همه مومنی ناقص الحمدلله میگن مسلمانی ما عرق میخورن نماز نمیخونن.
مسلمانی میگه او قمار میزنه، مسلمانی میگه خصلت‌های خوبم داره، نه که نمیخونه، نماز نمیخونه، یا زکات، یا مولش به زکات، یا مولش به حج رفته، همه چی را داره، نه که حج نمیره. دل ایجا او را میگن چی؟ مؤمنی ناقص. دعا کنید خدا ما را از مؤمنای کامل بگیره. با خصلت‌های مؤمن کامل چی گفتن؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که اگر این سه خصلت انسان در جنت ای هشت در داخل میشود. مؤمن کامل گفتن چی؟ گفت افش بالسلام. هر کس ببینه سلامت میده و کلانه بشنوسه نشنوسه سلامت میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام دیش شوخی نیست یکو. چقدر غرور و کبر پس میکنی که یک کس سلامتی. یک کلیش مرا میبینه میگه آتش ما کشتگیم. یا که مرا میبینه در سیمای ما چیم میبینه سلامش میتی سلام تعلیق نمیکنم خیلی نگاه میکنم. یا که قهرش میکنه سیمای ما را میبینه دیوانه میشود. لیکن رسول خدا میده و کلانه سلام میده. گفت کسی که غرورش میشکنه میده و کلانه سلام میده و مؤمنه. همین فعلا ازبکا دارن السلام علیکم میگه که السلام علیکم. این یک نشانه مؤمنه. دویم خصلت گفت چیه؟ گفت دویم خصلت میگه که اطعم بالطعام. گفت طعام بده، گرسنه را گشنه را یتیم نام بده. امروز الحمدلله اینا خیلی گفتن صدقه بهترین که گفت در زمستان. چرا؟ خانه گرم، اوقات گرم، یا شکم یک کس گرم کنی چقدر خدای تعالی خسن میشه، چقدر خدای تعالی تو را جنت او میکده. یک کلو میگه ای همین نون و صدقه را در همین تویستون کنیم زنکو میگه کسش و یقینه خیلی شده جنت یافتن آسان نیست. تو رنج نکشی گنج به دست نمیاری. میره شوی خنک میخری سری دگ دمستی سموار میگیری خانه گرم میگیری پیچکا گرم میگیری اوقات میتی که مهمون بیا بعد خدای تعالی این قول صدقه ترا قبول میکنه بعد ترا جنت فردوس میته. اجرکم عند الله. خداوند هر کاری انسانی که عمل صالح میکنه ایمان میاره ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنت الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. هر کسی ایمان میاره عمل صالح میکنه شوخی نیست یک کس یک پیاله چای بتی با 70,000 عمل نگاه میکنه خدا تو یک کس یک پیاله چای بتی تو یک کس خونه در بیاری 2 کیلو 3 کیلو کمره علاوه کنی و گرم کنی و مردم آوی گردی شوخی نیست. با 70,000 لطف و کرم شامل حالت میشه که تو بعد خیر انسان کنی. بسیار آدم هست سرمایه دارن مال دارن لیکن پیاله چوش کسی دیگه نیست. این خدای تعالی میگه این خصلت مؤمنه. سیوم میگه صلوا بالناسی باللیل و الناس نیام. شب بخیر بخون مردم در حالت خوابن. شوخی نیست شب بخیزی وقتی خواب تا بمونی بالای جان نماز بگو یا الله شب نماز تهجد بخونی. تتاجه جنوبهم عن المزاج يدون خوفا وطعما ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. کسانی شب میخزن در بالای جای نماز نیستن نماز میخونن رخت خوابشون کیتشون از رخت خواب بگنه فقط در شب زنده دارن. خداوند تعالی دعا میکنن با ترس با لرز از خدا میخوان بعد چیزی که خدا دادشون و مما رزقناهم ينفقون چیزی خدای تعالی میتاشون خرج میکنن 10 سوم بتاش 9 سوم خرج میکنه 1 سوم برای یک روز سیاش میمونه. میگه او کیه او چی میشوه فلا تعلم نفس ما اخفی من قرة اعین. او را خدای تعالی در جنت یک چیزایی میته که هیچ دیدگی نیست. او جنت دمیدره یک دستگاهی هست یک چیزایی هست که امروز یاپنسا و امریکانسای تا پیشرفت خیتایو وقتی میبینن اونجا حیران میشن پروردگار این چی بوده. میگه ما در قرآن نگفته بودم که چیزایی ما در جنت دارم که هیچ کس دیدگی نیست چشمش قطعی دیدگی نیست عقلش قطعی فکر کردگی نیست در حس کردگی نیست با دلش که چیه. ما در قرآن گفته بودم جزاء بما كانوا يعملون. این جزا و توفه کسانی هست که در دنیا سنت پیغمبر از دیده کردن ریش موندن سلام موندن سنتی گشتن شب خستن نماز شب تا خوندن یتیم و مسکین نان دادن کلان مایده را سلام دادن. این سه خصلت که داشته باشه میگه تدخل جنت بالسلام. سبحان الله داخل جنت با 8 در. لیکن خصلت شوخی نیست برادران. این خصلت را هر کس نمیتونه. خصلت را خصلت هایی که جنت انسان برسه او هر کس نمیتونه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که برای جوانا میگم خوب جوانا گوش کنین. رسول خدا یک روز میگه اومد چهره مبارک هم گرداند و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم بابان معجلان عقوبتهما بغى والعقوق الوالدین او کما قال. گفت دو عذاب در گرفتار میشه. دو گناهی که انسان اگر کنه همین دنیا در عذابش میبینه. این دو گناه را انجام بده تا در همین دنیا نبینه ای دنیا نمیره. و گفت تا میبینه بعد گفتن چیه؟ گفت بغا سرکشی کردن ای سنت رسول الله ای حکم خدا. دویم کسی پدر و مادرش عرش میریزونه. این بسیار مسئله سخته. امروز جوانا حرمت پدر مادر نمیدونن.
پدر و مادر حرمت کردی، خداوند تعالی ترا عزت میده و آبرو میده. برای لوبای سرمایه‌دار، لوبای آدمی که امروز نفوذ داره در جامعه، عزت داره، حاکمه، ببین آنالیز که زندگیش پدر و مادرش داشت گرفتگیه که امروز به این قله‌ها رسیدگیه. کدام آدمی را ببینید سرگردان نون طلب دسته، کدام آدمی ببینید که گشنه و تشنه عذاب کشیده، یک بار آنالیز کنید. در وقتی سومدار و پولدار بود چشم روغن گرفته بود، پدر و مادرش هم میگو که بسیار نجکید، پیر شده این شما دیوانه شدگی، کمپیوتر بسیار میگوی تو مصفت مرا نصیحت نکرد، مصفت هم خشیش تو گیریه که چشماش خطی امروز و به این حال زدگی. یکی کسی پدر مارجا آتجان گفت سه پوست کرد و پیش در آمد آتجان گردی آتش تا خورد، گردی آتش تا خورد، پانسیانت شروع کرد، حج شروع کرد، لباسای گرم شو بر خونش کمر گرم کرد. اول آمد سه پوست کرد پیش آتش ده، بعد رفت پیش زنش ده قولم خدای دام خیلی گشت در خدا پروردگار بچه‌م صاحبی مال ثروت کنی میگه خاک بگیره زر شود چیزی میره و خدای تعالی داده سهش. چرا پدر قبلگاه راضی بود. مادر گفت بچه‌م خدا بچه‌م خورد نکنی، دعای او شمشیر باری. او اینقدر دعا کنه که خدای تعالی او را بعد از نام خودش در قرآن گفته که پدر و مادر واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیء و بالوالدین احسانا، شما مرا عبادت کنید به من شریک نکنید که پدر و مادرتون احترام کنید. پدر و مادر راضی شید من شما راضیم. پدر راضی شید 8 در جنت بدروید. بگه قدر مادر را بدان که تا که داخل جنت شوی، خاک پایش را ببوس تا صاحب حکمت و دولت شوی. قدر پدر و مادر رو ندانستی در دوام زندگی، ای برادر نصیحت میکنم یقین بدان در همین دنیا سرگردانی و عاقبت داخل دوزخ شوی. این چیزا را مثنوی ایروی قرآن و حدیث گفتگیه. در یک حدیث دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کل ذنوب یؤخر الله تعالی الى یوم القیامه مشى منها الا حقوق الوالدین. هر گناهی را که انسان مرتکب میشود در همین دنیا، چه گناه مرتکب صغیره میشه مرتکب کبیره میشه، خدای تعالی بخواه یخش میبخشه، یخش در آخرت عذاب میده، بسیارش در اوج عذاب میده. الا حقوق الوالدین، یکی کسی پدر و مادرش عشق میرزونه در همین دنیا اول نشونش میده. دوام حدیث میگه فإن الله یعجله لصاحبه فی الحیات قبل الممات او کما قال. ما تعجیل میکنم به عذاب کسی را که همون صاحبی که پدر و مادرش خفه کرده فی الحیات قبل الممات، در زندگیش اول عذابش میتموش بعد پیش مرگش تا نبینه عذابش نمیره. این حیاتون خوب گوش کنین، این شوخی نیست. پدر و مادر که کمری اوشیده یا شکمی اوشیده که زحمت کشیده او را هشت میریزونی، تو خیال میکنی که تو امروز پول داری با چی شدی؟ لیکن حیاتت نبرار که او دعا دارن، همین که دلشون شکست یک بلا میزنی. میگه پدر و مادر پیر میشده قلبشون میگه مثل لامپشکه چی میشده چراغ. میگه دل دارم از شیشه نازکتر، اگر گرد و غبار بشیند میشکند. نگو که گر این بشکند صدا ندارد، این صدا روز قیامت خواهد بلند شد. شرط نیست پدر بگه هی بچه ما اتخافای ما وقت کردم همه دلش شکست سرش خم کرد بدون که در همین زندگی دیا بلا میزنی. میگه پدر خرسان کردی همین قبگه خدا پروردگار ما خارج نکنه 5 بچه شیری نرد میته در پیرید بر بولوی ماشینای آخر سیستم میگردی هر روز حج درای میکنه. این دعای همون کمپیر مصفده